در این ویدیو می خواهم روی قاعده قابلیت تقسیم بر عدد 11 کار نمایم. بنابراین سعی می کنم تا این موضوع را به دو روش کاملا متفاوت به طور واضح و آشکار تشریح نمایم. پس می پردازم به اجرای فعالیت ها. قابلیت تقسیم بر عدد 11. فعالیت اول. توسط روش ذیل بررسی میکنیم که آیا عدد 1694 قابلیت تقسیم بر عدد 11 را دارد یا خیر. روش اول. مانند قاعده قابلیت تقسیم بر عدد 7 این روش نیز دارای 4 مرحله می باشد. در مرحله اول عدد داده شده را بر رقم یک ها و متبقی ارقام جدا میکنیم. متبقی ارقام رقم یک ها 4 متبقی ارقام 169. در مرحله دوم رقم یک ها را 10 چند می نماییم، یعنی ضرب 10 می کنیم. 4 ضرب 10 40. در مرحله سوم متبقی ارقام یعنی 169 را با حاصل ضرب یعنی عدد 40 جمع می کنیم. 9 6 4 10 1 حاصل 1 1 2 209. در مرحله چهارم می‌بینیم که اگر حاصل جمع بزرگتر از عدد 102 باشد مراحل کار شده را دوباره انجام می‌دهیم. می‌بینیم که 209 است. و اگر حاصل جمع مساوی به 102 و یا کوچکتر از آن باشد آن را در جدول ضرب زبانی 11 بررسی می‌کنیم که آیا وجود دارد یا خیر. پس نیاز به بررسی نیست. پس 209 بزرگتر از 102 است. پس 209 را به 2 به رقم یک ها و متبقی ارقام جدا میکنیم. رقم یک ها 9 متبقی ارقام 20. رقم یک ها را ضرب 10 میکنیم. 9 ضرب 10 90. متبقی ارقام 20 بود. 20 جمع 90 میکنیم. مساوی میشه به 0 92 11 110. 110 را میبینیم که در جدول ضرب زبانی 11 وجود دارد یا خیر. دیده میشود که واقعا 110 در جدول ضرب زبانی 11 وجود دارد. پس عدد 1694 قابلیت تقسیم بر عدد 11 را دارا می باشد. فعالیت دوم. آیا عدد 2574 قابلیت تقسیم بر عدد 11 را دارد یا خیر؟ روش دوم. در ابتدا عدد داده شده یعنی 2574 را می نویسیم. در مرحله اول ارقام عدد داده شده را به مراتب طاق و جفت جدا می کنیم. مرتبه های طاق را با یک خط، مرتبه های جفت را با دو خط نشانی می کنیم. مرتبه های طاق 4 و 5. مرتبه های جفت 7 و 2 می باشد. در مرحله دوم ارقام مراتب طاق و جفت را به طور جداگانه با هم جمع می کنیم. 5 جمع 4 مساوی به 9. 2 جمع 7 مساوی به 9. در مرحله سوم حاصل جمع مراتب طاق و جفت را از همدیگر تفریق میکنیم. حاصل جمع مراتب جفت 9 منفی حاصل جمع مراتب طاق 9 مساوی به 0. در مرحله چهارم میبینیم اگر حاصل تفریق 0 و یا عددی باشد که در جدول ضرب زبانی 11 وجود داشته باشد نتیجه میگیریم که عدد داده شده بر عدد 11 قابلیت تقسیم را دارست. پس میبینیم که حاصل تفریق 0 است. عدد داده شده یعنی 2574 قابلیت تقسیم بر عدد 11 را دارا می باشد.